سعی دارید بیشتر از چیزی که وقت بهتون اجازه میده کار انجام بدید؟ استرس احساسیه که هممون تجربهش میکنیم. مثلا وقتی که به چالش کشیده میشیم یا بار مسئولیت هامون از توانمون بیشتر میشه. اما استرس چیزی بیشتر از تنهای احساسه. استرس یه واکنش فیزیکی ذاتیه که کل بدن رو تحت شعاع قرار میده. در کوتاه مدت استرس میتونه سودمند باشه، اما وقتی خیلی زود به زود و یا برای مدت طولانی فعال شه، واکنش بدوی جنگ یا گریز شما نه تنها در مغزتون تغییر ایجاد میکنه، بلکه همچنین ممکنه به بسیاری از ارگان‌ها و سلول‌های دیگه آسیب برسونه. غده فوق کلیوی شما هورمون‌های استرس کورتیزول، اپینفرین یا همون آدرنالین و نوراپینفرین رو تولید میکنه. وقتی که این هورمون‌ها در خون شما جریان پیدا میکنن، به راحتی به رگ‌ها و قلب شما میرسن. آدرنالین باعث میشه که قلب شما تندتر بزنه و فشار خونتون بالا بره و به مرور زمان باعث میشه به بیماری فشار خون مبتلا بشید. همچنین باعث میشه که اندوتلیوم یا پوشش داخلی رگ‌های خونی درست عمل نکنه. دانشمندان اکنون دریافتند که این گام اولیه ابتلا به تصلب شرايین یا انباشت پلاک‌های کلسترول در سرخ رگ‌هاست. در مجموع این تغییرات احتمال حمله قلبی یا سکته رو افزایش میدن. وقتی مغز وجود استرس رو شناسایی میکنه، دستگاه عصبی خودمختار رو فعال میکنه. از طریق این شبکه اتصالات عصبی، مغز از طریق دستگاه عصبی روده با استرس ارتباط برقرار میکنه. این ارتباط بین مغز و روده علاوه بر اینکه باعث میشه دلتون شور بزنه، میتونه ریتم انقباض طبیعی که باعث جابجایی مواد غذایی در دل و روده شما میشه رو مختل کنه و این میتونه به سندرم روده تحریک پذیر منجر بشه و حساسیت دل و روده‌تون رو به اسید افزایش بده که باعث میشه احساس سوزش معده داشته باشید. از طریق دستگاه عصبی روده، استرس همچنین میتونه ترکیب و عملکرد باکتری‌های روده رو تغییر بده و سلامت دستگاه گوارش و به طور کلی سلامت عمومی شما رو تحت تاثیر قرار بده. حالا که بحث گوارش شد، آیا استرس مزمن باعث ایجاد تغییر در اندازه دور کمر میشه؟ بله، کورتیزول میتونه اشتهای شما رو بالا ببره. به بدنتون میگه که ذخایر انرژیتون رو با غذاهای پرکالری و کربوهیدرات پر کنه و این باعث میشه که بدنتون هوس غذاهای راحت کنه. سطح بالای کورتیزول همچنین باعث میشه که بدن شما رو به چربی دور شکم تبدیل کنه. این نوع چربی فقط باعث سخت بسته شدن دگمه شلوار نمیشه، بلکه ارگانیه که به طور فعال هورمون‌ها و مواد شیمیایی آزاد میکنه که سیتوکین نام دارن و سیتوکین ها میتونن خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های قلبی و مقاومت به انسولین رو در فرد افزایش بدن. در این حال هورمون‌های استرس به طرق مختلف به سلول‌های سیستم ایمنی تاثیر میذارن. در ابتدا اونا به آمادگی جهت مبارزه با مهاجمان و بهبود پس از آسیب دیدگی کمک میکنن. اما استرس مزمن میتونه کارایی و عملکرد بعضی از سلول‌های سیستم ایمنی رو کمرنگ کنه و ما رو در برابر عفونت‌ها آسیب پذیرتر و نرخ بهبود سلامت رو کند کنه. اگه میخواید زندگی طولانی داشته باشید، باید یاد بگیرید استرس مزمن خودتون رو تحت کنترل در بیارید. چون استرس مزمن باعث کوتاه شدن تلومرها میشه. تلومرها پایانه کروموزوم‌های خطی هستند که سن سلول رو اندازه میگیرن. تلومرها در انتهای کروموزوم‌ها قرار گرفتن تا دی ان ای بتونه موقع تقسیم سلولی بدون اینکه به کد ژنتیکی آسیبی برسونه، اونا رو کپی کنه و با هر تقسیم سلولی تلومرها کوتاه‌تر میشن. هنگامی که تلومرهای زیادی کوتاه شن، سلول دیگه نمیتونه تقسیم بشه و میمیره. ضررهای استرس مزمن به اینجا ختم نمیشه، بلکه جوش، ریزش مو، اختلال عملکرد جنسی، سردرد، تنش عضلانی، دشواری در تمرکز، خستگی مزمن و تحریک پذیری هم از آثار استرس مزمن هستند. پس همه اینا به چه معناست؟ زندگی شما همیشه پر از مواقع پر استرس خواهد بود. اما چیزی که برای مغز و کل بدن شما مهمه اینه که شما چطوری نسبت به استرس واکنش نشون بدید. اگه به جای تهدیدهای فائق نیومدنی به این موقعیت‌ها به چشم چالش‌های قابل کنترل نگاه کنید، در کوتاه مدت عملکرد بهتری خواهید داشت و در بلند مدت تن سالم‌تر.